خلاصه خرید و فروش اجازت است، دلیلش از قرآن است، از سنت است و از اجماع است، از قیاس. قال الله تعالی، الله تعالی که و احل الله البیع. ببینید با لفظی صریح، از همه لفظی صریح این است که الله تعالی حلال گردانید خرید و فروش را گفت، یعنی این دلیل از قرآن است. و قال تعالی لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. شما اگر به حج روید و رفت و تجارت کنید، یگان چه خرید یا چه فروشید، گناه نیست بر شما گفت. یعنی خرید و فروش حتی به آدمی که با نیت عبادت رفته است اجازت است، یعنی خرید و فروش برای شما گناه نیست گفت. و قال النبی صلی الله علیه وسلم البیعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. پیامبر صلی الله علیه وسلم این حدیث در صحیح بخاری و مسلم از گفتن که خریدار و فروشنده در اختیار است مادامی که از مجلس عقد جدا نشدن. یعنی همین کتاب رو من به شما فروختم گفت، اون آدم خریدم گفت به فلان مقدار، اگر در همین مجلس ایستاده نه من نمیخرم گوید اختیار دارد. ما لم یتفرقا، مادامی که از همدیگر جدا نشدن. اگر از همدیگر جدا شد، خرید، مال را گرفت، پول را داد رفت، بعد آمده کتابت را گیر یا این تلفنت را گیر من نمیخرم گوید، حق ندارد مگر اگر عیب در مال باشد. بدون عیب یعنی اختیار ندارد. پیامبر صلی الله علیه و آله میگه البیعان بالخیار، خریدار و فروشنده در اختیار هستند، یعنی میتونن از سودای خود باز ایستن، من برای تو نمیفروشم یا من مال تو رو نمیخرم گفته گردن ما لم یتفرقا، مادامی که از همدیگر جدا نشدن. بعد در دوامش میگن که فین صدقا، وقتی که خریدار و فروشنده در وقت خریدن و فروختن سخن راست گویند و عیب مال را بیان کنند، من که همین مال من، همین کتاب من یا همین جهاز من یا همین لباس من یعنی عیب دارد، گفته عیباش بیان کنند، در وقت خرید و فروش سخن راست کن، بورک لهما فی بیعهما، در خرید و فروش آنها برکت داده میشد. اگرچه مثلا به نرخ کمتر میفروشد، وقتی که عیبش که گفتید نرخش میفروید، پولی کم به دست میآورد، لیکن بورک لهما فی بیعهما، در خرید و فروش آنها برکت داده میشد. و در دوامش پیامبر صلی الله علیه و آله میگه این کذب و کتم محقت برکت بیعهما، اگر دروغ گویند در وقت خرید و فروش، عیب مال را پنهان کنند، برکه خرید و فروش آنها برداشت میگه. شاید به مبلغی کلام میفروشد لیکن در آن پول برکه نمییابد، دیری نگذشته آن پول به کجا رفت صاحبش نمیداند. بنابراین کسی طبق دین، طبق شریعت عمل کند، اگر چنده که برای خودش از بعض جهات ها نارسایی ها باشد، خواهش دلش نباشد، ولی طبق شریعت عمل کنه، الله تعالی برکه میدهد. خلاصه در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم خریدار و فروشنده را در خریدن و فروختن اقرار کردند، نگفتند که خریدن و فروختن حرام است. و این عقلم